رفیقامون میان بالا در میپرن میگن احسان سجاد پدرتون مرده. پدر من بچه فقیر بود، ما هم به شدت فقیر. بعد پدرم هم یه وصیت نوشته بود که احسان سجاد شما من که چیزی ندارم بذارم، ولی سه تا شرکت خوب براتون معرفی میکنم، میتونین اگه خواستین با هر کدومش حال کردی برین زیر نظر اونا. کمیته امداد بهزیستی که آدم معصوم. مادرم سالهای خیلی زیاد با گرسنگی میخوابید که من و سجاد مثلا چیزی بخوریم، که من و سجاد رفتیم سر کار، مادرمون هم سر کار و مادرمون هم ازدواج نکرد به خاطر ما. نبود پدرم ما همون روز اول احساس کردم. میرفتم تو مدرسه، یعنی که اولین روزای این بود که مثلا میرفتم سر کلاس، روز اول مدرسه رو میگفت پدر چیکار است. اصلا دوست نداشتم مثلا بگم پدر ندارم، گفتن بابا برو بی کسی، برو بی پولی، برو فلانی. با دختر میرفتم بیرون میگفتم بارون بدم میاد بابا تو چقدر فلانی، در حالی که مثلا من متنفرم از بارون، چون وقتی بارون میومد خونمون آب میبرد به سیلاب و هوا. پدر برای پسرش گوشی خرید، کتاب خرید، سرویس مدرسه داره. من اینجا اصلا فوش میدادم به خودم که چرا من پدر ندارم. من نمیدونم چی بین پدرم و خدا گذشت که پدرم جوون مرگ شد، ولی زندگی سه نفر رو نابود کرد. مادرم واقعا جوونش واسه ما گذشت. اگر راه کج نمیرم، شب ساعت 8 میخوابم، اصلا 10 11 اصلا بیرون نمیذارم، چرا که مادرم با خیال راحت سرش بذاره سر بالش. گفتم این برای من زحمت کشیدی، گرسنگی کشیدی، نباید جوری رفتار کنم که یه حس ناآرامی بوده. من اصلا بیرون نمیرم که خطری منو احساس نکنه که مادرم ناراحت نشه. حالا باز خوب دوستان پدرشون هستن که ظاهرا قدرشون رو نمیدونن طبق شنیده ها، چون من تمام بدبختی‌ها رو که کشیدم به خاطر نبود پدرم بود. داداشم هم مثلا کتاب زنجه نوشته پدر داشتن یک رویاست. اینو اصلا کسی درک نمیکنه.